هر یکی من شما باید دعوت کنیم. از این زندگی کوتاهی که داریم که زود میگذرد، از مرگمون پشیمان نشود که پشیمانی شدید بگیریم. اکثر وقت همه پشیمان است، اکثر انسان پشیمان است از مرگش، اما پشیمانی های بزرگ است که دیگر تغییر داده نمیشه. خوب آینده را فکر کنید. آینده ای که خیلی دور میبینید، الله میگه و نراه قریبه. آینده ای که شما خیلی دور میبینید، خیلی دور است فکر میکنید، اما الله میگه که ما خیلی نزدیک میبینیم. نزدیک است. من شما 10 ساله و 5 ساله 10 ساله 15 ساله بودیم، یک ببینید 20 25، یک ببینید 40 ساله تمام رفته شد. برای من جدی باشید برادران عزیزم، اهل توحید، خواهران موحدم، اهل توحید، الله شما را حفظ کند، به شما برکت بدهد. توحید را سخت بگیرید، علم بیاموزید، نگذارید که این منهج را خاموش کنند، نگذارید که این منهج را نابود کنند، نگذارید که به این منهج شک و شبهه وارد کنند. شما حامی این منهج باشید، شما حفظ کنندگان این منهج باشید، شما سبب بشوید که این منهج ظاهر بشود و منتشر بشود. چگونه ای که 100 ساله ها این منهج را خاموش کردند و نابود کردند، کتاب های علمای ربانی که از منطقه شما بود سوزانیدند و نابود کردند و باز شما را بیگانه پرست می‌کنند و طعن می‌زنند و مسخره بازی می‌کنند. هزارها علمایی که صدها و هزارها کتاب را نوشتند و به شما دادند، تا امروز مردم بیخبرند. پس شما بیاموزید، تعلیم بدهید و برسانید. روی خاطر کردن و عاطفگی کردن و این چیزها را ترک کنید.